فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اولین بیننده‌ای که پرسیدن در رابطه با رهن خانه بود که آیا ما میتونیم خودمون رو رهن بدیم یا نه. این رهن دادن که معمولا اون رهنی که در شریعت اسلامی تعریف شده، اون رهن یعنی متفاوت با این رهنی هست که امروزه در جامعه ما وجود داره و تعریفی از اون میکنن. این رهنی که امروزه وجود داره به این معنی هست که کسی میره و خونه رو اجاره میکند و در مقابل این اجاره خونه اضافه بر این که در واقع یک مبلغی رو به عنوان کرایه میدهد یا با توجه به توافقی بین طرفین هست. قبل از این یک مبلغی رو فکر کنم یعنی پیش صاحب خونه به ودیعه میگذارند که این اسمش میگذارند که رهن هست. ولی از نظر شرعی وقتی که این به توافق دو نفر باشه رهن گذاشتن اشکالی نداره، خصوصا وقتی به این معنی باشه که امکان داره که این به اصطلاح مستاجر این خونه رو به خوبی به اصطلاح حفاظت نکند، این کاری بکند که عمدن ضرری وارد بشود، اینو گرفتن به این خاطر که به اصطلاح اون ضرر جبران بشه، یا اینکه اعتماد ندارن شاید یک مستاجری هست از یک جای اومده نمیشناسند، امکان داره فردا نصف شبی وسایلش رو جمع بکند و برود، کسی هم نتواند که دوباره از اون به اصطلاح این مبلغ کرایه رو دریافت بکنه. بر چنین موارد جایز هست با توافق دو نفر مبلغی تعیین بشه و عنوان رهن اینو به اصطلاح پیش صاحب خونه نگه داره.